گم به همه بیننده عزیزی که از همه رو تماشا دارند. شهلای گلخوجه هستم. بازم دیگر بار در روبروی شما و قبل از آن که من سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را به سهم شما برسانم، پیش از همه میخواستم سپاس شما را به هر یکی شما در علایدگی برسانم و تشکر میگم که پیوسته خبر گزارش های ما را دنبال میکنید، ما را تماشا میکنید و نظرهای خود را مینویسید و هرچند ما در پخش مستقیم بیوسته نمیتونیم برای شما جواب بگیم، اینجا برای شما به هر یکتان عرضی سپاس میکنم و حالا رو میارم به سرخط خبرهای مهم که این خبر گزارش ها رو ما در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تقدیم شما خواهیم کرد. کاری دستی مادر بوده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند مادر 26 ساله با دستان خودش در بدن طفل 9 ماهه 10 سوزن را جا کرده است. بیش از نصف سوزن ها را علاقه پزشکان بیرون آوردند و قسمت هنوز در بدن طفل باقی ماندند. در حالی که این کودک را برای جراحی نوبتی آماده میکنند، وزیر تندرستی معالجه آن را زیر نظارت خود گرفته است. تنظیم نرخ خوب است اما نباید بر ضرر باشد. تاجران بازارهای شهر دوشنبه اقدام حکومت را در مورد از سوی دولت تنظیم شدن 16 محصولات خوراکباری اساسی مردم استقبال میکنند، ولی در عین زمان انتظارات آنها این است که تجارتشان نباید زیان بیند. حکومت تاجیکستان سالهاست برای بالا نرفتن نرخ محصولات در بازارها کوشش میکنند اما چندان کامیاب نشدند. تا کجا استفاده از اصول زمان شوروی نتیجه میدهد در این باره در برنامه خبری گزارش داریم. شکنجه کی از بین میرود؟ حامیان حقوق میگویند باید به کدکس جنایی تاجیکستان بند نوی علاوه شود که عفو زندانیان عیبدار در شکنجه را ناممکن نماید. این پیشنهاد در حالی است که تا رفت شماره شکنجه شده ها در تاجیکستان می‌افزاید و مقامات میگویند که پیوسته در این رابطه آنها مبارزه میبرند اما عملا آمارها نتیجه دیگر را نشان میدهند. 4 سال زندان برای رقص. در جمهوری اسلامی ایران دختر 17 ساله را برای رقص با لباس اروپایی که در صفحه اینستاگرامش گذاشته شده است به زندان محکوم کردند. همچنین دادگاه او را به 80 شلاق حکم نمود. ضمن صفحه این دختر نورز در اینستاگرام ده ها هزار پیرو دارد و ما در رابطه با این قضیه یک صحبت مفصل را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. صدمه در ترکیه، 10 نفر کشته و زخمی. مسافران چند واگنی که به سمت استانبول حرکت داشتند به منزل نرسیدند. پرزیدنت ترکیه نسبت این فاجعه بی‌طرف نمانده است و خبر و گزارش‌های زیادی هم هست که ما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی که طریق آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب پیشنهاد شما میشد ما برای شما خواهیم رساند. ما را همچنین میتونید در سامانه رسمی ما www.azadi.org ببینید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی که آنجا ما صفحه های ویژه داریم حتما ما رو تماشا کنید.